خب دوستان، ما یک سری رو شروع کردیم که توش یک خونه با یک ابزار رو با این چند های بی‌نهایت داشتیم و حالا یک خونه ای بود که توش یک سری ابزارها و یک سری اینجت های بی‌نهایتی بود. الان میخوایم بریم با استفاده از اینا لاوا پول یا هر چیزی پیدا کنیم که توش لاوا باشه و بتونیم بریم ندر. همینجور که میبینین حالا یکم از بازی من بازی کرده بودم که وقتی میرم توش حالا که استریم کنم بتونم بازی رو خیلی واسه شما خسته کننده نباشه، چون اولش خیلی بزرگ سربر بود. مثلا من یه دونه به اصطلاح یک دونه اور امرالد کندم، همینطور که میبینین انقدر اینجا ریخته تو دستم که پره. چرا؟ شون کلنگ اگه نگاه کنین آمبرکینگ 2995 داره، فورچن 6453 داره، ایفیشنسی 2822 داره و مندینگ و این روی همه وسایل صدق میکنه. همشون سری اینجنت های بینهایت خیلی خوف و خفنی دارن. حالا ما فقط میخواییم این پلن ما اینه که یه دونه دایمند پیدا کنیم و توی نسخه که من دارم بازی میکنم اصلا دایمند پیدا کردن کار آسونی نیست. حتی لاوا پیدا کردن هم کار آسونی نیست. مثل یه دونه لاوا همونجوری گفتم الان چند 15 دقیقه یا به قول معروف 15 وای پیدا کردم 15 روز ماکراتی ثبت کردم اما لاوالو پیدا کردم. حالا چجوری برداریم لاوا رو خودش بحثی. سطل آب 3 تا دارم که 2 تاشو یا نه یکیشو فعلا اگه بتونیم لاوا کنیم، چون همین یه دونش هم قرار درد سر شه. خب این یکی فقط من فراموش کردم توی در ساختن آبدیسین یا آبسیدین. حالا اوخی روی لاوا آب میزدیم روی آب لاوا یا چی؟ اینو من فراموش کردم. دو تا باکت آب فلان. اینم که از این البته که نه. اوه الان یه باکت آب اینجا، یه باکت آبم اینجا، آب بی نهایت، این باکت آب و این لاوا. پس روی آب بعد لاوا بزن. باکت هامونم که آب